اینا با قوس های چه سالدات رو واردشم. بعضی خبرهایی هست که برای ما و شما خیلی مهم است و اینچنین برای همان کسانی که در حدود فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارند. از شما خواهش نوار را تا آخر با دقت تماشا کنین و به خاطر دیگران دیدن در زیر نوار لایک کنین و فکر خودتان عاید ان همین ناتسیستی که دائما مهاجران را تنقید و تحقیر میکند حتما فکر خودتان بنویسین. دوستان عزیز، به هر یک ما و شما معلوم است خبر اول این است که در سال 2026 یعنی که نرخ پاتنت در حدود فدراسیون مسکو 10,000 روبل می شود. البته این سال تا سال بالوروی این نرخ پاتنت برای ما و شما برای مهاجران کاری بالا کرده است. و اینچنین خبر دوم این است که در یکی از جلسات در یکی از مجلس‌ها لئونید سلوتسکی فکری خودش عاید مهاجران کاری تنقید یعنی که بیان کرد. Никаких больше штрафов ни мигрантам, совершающим преступления, ни их пособникам, чиновникам, которые потворствуют тем, что подобные элементы прибывают в Россию и совершают здесь преступления. و او گفت که دیگر ما نمیخواهیم که مهاجران کاری با عائله های خود یعنی که با اهل عائله خود با سمیه خود داخل روسیه شوند و اینچنین اگر هر مهاجری که زیاده از 50,000 روبل به خانه های خود یعنی که перевод میکنن کارت آنها را блокировка کنین. Не знаешь русский язык? Приехал заниматься криминалом, тебе не место в стране. Мы должны сделать так, чтобы трудовые мигранты не везли сюда свои огромные семьи. Мы будем бороться и с подобными преступниками среди мигрантов, и с теми коррупционерами, которые наводняют страну мигрантами, которым здесь не место. Долой из России, если не готов жить по нашим нормам и правилам. البته این ناتسیس باری اول نیست که نسبت مهاجران کاری چنین گپ و چپ ها را زیاد کرده است. و اینچنین دوستان عزیز خبری بعد این است که بعضی از مهاجران کاری را در قد کوچه ها در ایرپورت ها و در هر کجای میبینند تحقیر کرده مقصد که آنها را مثال باز داشته کسایی که حجت ندارند آنها را دپورت کرده ایستادند. Короче, chiqqan odamlar olib ketyapti. Короче, reyd boshlanibdi. Hammani olib ketyapti, короче, jadvalda. ای همه حساب ای همه شما احترامانه خواهش میکنم برادرها و خواهرای عزیز در کجای باشین مقصد حجت های خودتون 100% کرده بعد بروین. البته کسایی که حجت دارند نسبت شما یگان کار و یگان بدبینی نمیشه. البته با حجت وقتی که میگردین شما را یگان کس با شما کار نداره. ای همه حساب در کجای باشین به خاطر تنقید نشیدن به خاطر دپورت نشیدن به قانون یعنی که از دایره قانون فدراسیون روسیه نبر آمده به قانون رعایت کرده حتما کاری خودتان پیش برین. با شما برای کار سلامتی خواهان هستم و انتظار نوارهای نو باشید. در کجا باشید الله یارو مددگاری شما باشه.